باری اول کز قضا نیمی نگه دیدم تو را، در خزان ریزان تنگی تیرمه دیدم تو را. در آن ساعت که برگی آخرین گلهای فصل تیر ماه به صد افسوس پرچینند، به خلوت یاد کن از من. در آن ساعت که آب رودهای تیر ماه به حال و به طغیان ز ساحلها فروشینند، به حسرت یاد کن از من. در آن ساعت که خالی یا به کنج خانه خود را، در آن ساعت که خالی از غم شیرین ببینی آن دل فرزانه خود را، در آن ساعت که این دنیای بی آغاز و بی انجام برایت یک نفس پایان پذیر باشد، به رحمت یاد کن از من. پس بیا فصل درد آشنا بیا. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی قدر، تماشابینان آفتاباران، دانندگان و اخلاصمندان کلام بده. این اولین برنامه‌ای که در فصل تیر ماه منظور شما میکنیم. اطمینان دارم که با معنی‌های جالب به شما غذای معنوی خواهیم بخشید. در برنامه امروزه ما نامزد علم‌های فیلولوژی استاد نورعلی نورزاد حضور دارند. استاد عزیز خوش آمدید میگوییم به برنامه ما. میخواستیم در برنامه امروزه یکی از شعرهای استاد لایق را شرح و تفسیر بفرمایید تا بینندگان گرامی ما اون معناهای جالب از معناهای جالب آن واقف کردند. زندگی با آشنایی و جدایی بگذرد، هم خدایی بگذرد هم بی خدایی بگذرد. هر کسی بفروخت ما را من ندانم چی خرد، بی بهایی بگذرد ارزان بهایی بگذرد. دلخراشی های حسن بی نمک را دیده ایم، دلخراشی بگذرد هم دلربایی بگذرد. مشکل دل را کشادیم و نفهمیده ایم چیست، دلکشایی بگذرد مشکل کشایی بگذرد. استاد عزیز میخواستیم در پارچه اول شعر آیده مضمون و محتوای شعر و غرض شاعر از این شعر اندیشه های خود را بیان میکردید. واقعا اشعار استاد لایق یک ویژگی به خود خاص از لحاظ سبکی دارد که آن را اهل تحقیق هم سهل ممتنع ساده و روان گفتند و یک نزاکت و جذابیت خاصی که در روانی شعر استاد لایق هست، یک عامل بی‌نظیر بودن سروده های این استاد هنر را، این استاد سخن را مقرر کرده است. و اما وقتی ما به عمق مطلب های شعر استاد لایق رجوع میکنیم معلوم می شود که واقعا در برابر روانی و سادگی یک دیدگاه های خاصی به زندگی که اونها را مثلا میتوان گفت یک دیدگاه های فلسفی عنوان کردن، فلسفه شناخت زندگی در شعر استاد لایق با همون سادگی و روانی تفسیر شده است. مثلا از همین بیت اول این غزل که خوندید، زندگی با آشنایی و جدایی بگذرد، هم خدایی بگذرد هم بی خدایی بگذرد. اینجا سه مفهوم بسیار مهم است، یعنی آشنایی و جدایی، خدایی و بی خدایی. یعنی در هزار ساله ادبیات ما همین با شتاب رفتن عمر هر کس با دیدگاه خودش تفسیر میکرد. مثلا سخنوری میگوید که غافل مشو ز عمر که چون کشتی در آب ایستاده می نماید و چون تیر می رود. یا مثلا ابوالمعانی بیدل میگوید که زندگانی بر سر افتاده است، بیدل چاره چیست؟ شاد باید زیستند و شاد باید زیستند. و اینجا ببینید نگاه استاد لایق به همین گذشت عمر است، با شرح این فلسفه که یعنی خواه دوستی میکنید، خواه رفاقت میکنید، خواه دشمنی، زندگی گذراننده است. و مثلا همین مفهوم خدایی و بی خدایی یعنی در ایمان بودن و با ایمان بودن و بی ایمان بودن. این جامعه زندگی چون ساخته شده است که از مجموعی اضداد میگوید بدید، مثلا مفهوم اضداد یعنی ضدیت ها را استفاده می‌برند. و اینجا یعنی هر خیلی که میخواید زندگی کنید، مثلا شاه و گدا و درویش و مثلا یا شادمان و غمگین، این زندگی گذراننده است. یک دیدگاه خود استاد لایق است که اگر ما با کسی دوستی میکنیم، دشمنی میکنیم، این عمر میگذرد. برای همین در عمق این شعر هم یک تلقین برای ما هست که بهتر این که یک زندگی شایسته داشته باشیم. و ببینید میگه که در بیت بعدی این مطلب با واضح‌تر میشد، هر کسی بفروخت ما را من ندانم چی خرید، به بهایی بگذرد ارزان بهایی بگذرد. امروز در جامعه ما مثلا فلسفه دوستی و رفاقت که مثلا اونم همیشه در کنار دیگر مفهوم ها شرح و توضیح فراوان دارد، یعنی شاعران ما همین مفهوم محبت و دوستی و رفاقت با شیوه های خود تفسیر کردن. اینجا ببینید استاد لایق با یک نگاه جالب و این موضوع رجوع میکنند که
یعنی ما میبینیم که صدق و اخلاص و وفا و صداقت یک از نادرترین عاطفه‌های هستند که انسان‌ها یعنی باعثی همیشه انسان البته آرزو میکنه که همین گونه یک دوستی صادق داشته باشد، اما میبینیم که چقدر در نهاد انسان‌ها تغییرات میشد و مفهوم‌های خیانت و مثلا به اصطلاح استاد یعنی فروختن، انسان فروشی، دوست فروشی که زیاد میگرد. اینجا مثلا برای هم اشاره میکنن که هر کسی بفروخت ما رو من ندانم او چی خرید، یعنی به ارزش همین فروختن ها یعنی خیانت ها چه چیزی ببرد بگذار یعنی یک بی‌پروایی یا مثلا وارستگی شاعرانه و هم نوع عارفانه است. یعنی که نفری شاید میگه که همین این تعارف فلان بود، اما اصول واقعی میگه که مثلا من نمیدونم که مثلا چی خرید با عوض همین خیانت ها، چون که اگر ما بی بهایم یا با بهایم زندگی میگذارد. یعنی هر چی هر نگاه دارد. یعنی یک فلسفه هست، یک حکایتی هست از روزگار مولانا بلخی میگن که یک زمان وقتی مولانا آمدن گفتن که اون نفری که یک نفری که مثلا به عنوان دوست پنداشتی در مجلس در سخنان در حق تو بد میگفت، بعد مولانا گفتن که با این که تو میگویی من با اون هم یکی هستم. یعنی همین یک نگاه بسیار عمیق هم فلسفی و هم انسانگرایانه و یک گفتم ممکن است یک نگاه رندانه اصولای در اینجا نقطه است که مثلا هر چی گفت یعنی به دنبال اون باید نگشتیم، چون که زندگی با همه ارزش و گرانی و با همه سنگینی و مشکل و آسانی زندگی گذرانده است. برای همین ببینید دلخراشی های حسنی به نمک را دیده ایم، دلخراشی بگذرد هم دلربایی بگذرد. یعنی دلخراشی این مفهومی که رنجاندن دل رنجش پیوند دارد. یعنی دلخراشی های حسنی به نمک را دیده ایم، یعنی اصلا انسان های قادر به ظلم و دلخراشی هستند که اونها مثلا به عنوان ظالم یا به عنوان مثلا انسان های بد معروف و حافظ میگه که رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر و در همون کینه و عداوت و همون درشتی و همون دلخراشی هاشون در چهرهشون مجسم است. برای همین میگه که این دلخراشی های حسنی بی‌نمک رو دیده ایم، یعنی انسان هایی دیدیم که چقدر در دلخراشی کردن، اما ما با این فکر رفتیم با این اندیشه هم هستیم که این دلخراشی ها هم بگذرد و دلربایی ها هم، یعنی بازم اینجا مفهوم همین دوستی و رفاقت و دشمنی است. مثلا ببینید در ادامه همین مفهوم یک با مطلب به همین پیوند تاکید میشه که مشکلی دل را کشادیم و نفهمیدیم چیست. دلکشایی بگذرد، مشکل کشایی بگذرد. یعنی همین کشادن دل میگن که در دنیا از همه فن دشوار فن انسان شناسی است و یعنی این مفهوم مثلا افاده دلکشایی به معنی خود شناختن انسان است. یعنی ببینید که مشکل دل را کشادیم و نفهمیدیم چیست، یعنی با اون که اینقدر در نهاد انسان اینقدر اندیشه و اینقدر مطلب و اینقدر پیندارهای هست که مثلا همه معرفت کردن همه کشادن امکان پذیر. برای دل انسان ها میگن که یک خزینه بزرگ است، یعنی گنجینه بزرگ، به خاطر اینکه مولانا ما بارها هم در صحبت‌های دیگر هم گفتیم که مولانا میگن که خدای عزوجل گفت من نگنجیدم در اون ارض سما جز که در دل انسان. یعنی با همون قدر ما میگن که با قد خود هم قد یافتن آسان، اما با دل خود هم یافتن دشوار. یعنی به خاطر اینکه یعنی در همون تمام مجموعه کلیدی هستی انسان در همین دل است. برای میگه دلکشایی بگذرد، مشکل کشایی بگذرد. یعنی هر کاری که هست و در عموم همین فلسفه همین غزل همین است که یعنی یک مکررن سولوی تک با شیوه های مختلف همین مطلب با ما هشدار میدن که یعنی تو اگر دلخراشی میکنی، اگر مثلا در فکر ثروت و مال یا در فکر مثلا عجز و ناتوانی یا در فکر فقر و در فکر هر چی باشی، این عمر گذرنده است. برای بهتر اینکه در فکر مثلا زندگی شایسته، زندگی که سرشار از ارزش های معنی باشه، در این فکر باشیم بهتر است. تشکر استاد. در پارچه دومی غزل نیز شاعر معنی های خیلی جالب رو افشا کرده است. میخواستم پارچه دوم رو نیز قرائت بکنم. از نوا موندیم و بی برگ و نوا افتاده ایم، هم نوایی بگذرد هم بی نوایی بگذرد، تا دمی سرخوش بودیم از ما کسی بالا نبود، خود ستایی بگذرد هم خود نمایی بگذرد. استاد در پارچه دوم شعر، این پارچه دوم شعر برای در جامعه ما و جامعه ما چگونه تاثیر میگذارد
در انسان‌ها چگونه حسیات‌ها رو بیدار کرده می‌تواند؟ در عموم خود این غزل ما چون که گفتیم یک اندیشه بسیار فلسفی شناخت زندگی رو تلقی میکنه که باید ما انسان‌ها در فکری همون باشیم. مخصوصا این که مفهوم‌های بسیار جالب در ادامه بیت میگه که مثلا از نوا ماندیم به برگ و نوا افتاده ایم، هم نوایی بگذرد هم بی نوایی بگذرد. این هم نوا بودن با هم نشین بودن، هم مثلا هم فکری بودن، هم راز بودن. و وقتی استاد در مثلا اول میگه که از نوا ماندیم به برگ و نوا افتاده ایم، یعنی از نوا ماندن در ضمن یک مثلا از مجلس و معرکه و از سخنگویی و سخنرانی از این چیز کنار افتادن. یعنی گاهی میشه که از همین حالت ها میشه که بر اثر یا شاید مثلا پیری یا شاید بیماری یا چیزی انسان از این مجلس و معرکه دور میمونه. یعنی این حال هم میگذرد و دوباره برمیگردد. مثلا زمانی میشه که دوباره برمیگردد با در سر منبرها و در مجلس ها. یعنی یک حالتی بسیار عجیبه مثلا تصویر میکنن که برای میگن که هم نوایی بگذرد، یعنی روزی که با هم بودیم هم بینوایی بگذرد. البته مثلا بینوایی به دو معنی است. یعنی وقتی نوا ببینید کلمه نوا چقدر شاعرانه و بسیار جالب در همین سه مورد در همین یک بیت استفاده که هم به معنی مثلا نوا به معنی ساز و نوا و معنی آهنگ و آواز و مثلا سخن هست و دوم مثلا بینوایی به معنی مثلا کم بضاعتی یا مثلا بی بضاعتی که یعنی در همه حال انسان اینها گذرنده است. و چون که ما گفتیم در این غزل هدف اصلی تلقین همین فلسفه است که با ما هوشیار است که یعنی در فکری مثلا به هر لحظه همین فرصت باید ما مغرور نباشیم که مثلا این گذرنده است، این دولت و ثروت گذرنده. این بسیار نکته مهم است چون ما در جامعه بسیار می‌بینیم که بعضی افراد مثلا وقتی در سری مثلا اسب منصب به اصطلاح زین میکنن بسیارها مثلا منصب با تحمل کردن نمیتونن، یعنی از خود میرن یا مثلا مغرور میشن یا از ثروت هم کسایی که ثروتمند هستن. اما این یک درسی بسیار حکمت بزرگ است که استاد با ما تلقین میکنه که یعنی در این حال هستی در کدام حال باشی این دنیا ما گذرنده است. و یک سخنوری بزرگی گذشته ما میفرماید که گر تاج سرت رسد به افلاک منزل به تو عاقبت و خاک. یعنی به آسمان ها هم پرواز کنی که روزی باید برگردی به زمین. و حتی در کیمیای ساده یک نقل است که مثلا چه سود از برافراختن قصر کوشک های بزرگ که یعنی مثلا هر قدر قصر کوشک شما بزرگ و بالا و مثلا بی‌نظیر و فراز آسمان ها باشد یعنی همون قدر برای خودت دشوار است، چون روزی باید وقتی که بمیری از همون بلندیت باید توی مثلا فراران به خاک. یعنی یک نکته های بسیار مهمی که در شناخت زندگی است. و ببینید تا آدم سرخوش بودیم از ما کسی بالا نبود، خودستایی بگذارد هم خودنمایی بگذارد. یعنی همین سرخوشی در دو مورد است، دو معنی است. یعنی گاه افرادی هستند که در حال سرخوشی مثلا با اصطلاح از خود یعنی هم خودنمایی میکنن، یعنی و اوج غرور میرن. اما البته اینجا سرخوشی که مفهوم سرخوشی که در شعر استاد لایق است این بسیار شاعرانه است. این در ذهنش خیلی مطلب ها دارد که یعنی حقیقت زندگیش هست. برای همین و مورد دوم در شناخت خود انسان وقتی که انسان مثلا از همین سرخوش است که این مفهوم البته در ادبیات کلاسیکی ما خیلی فراوان یعنی از همه تعلقات دنیا از فکر دنیا بیرون است و برای همین در اندیشه خودش یک کسی هست که از اون کسی بالا نیست، چون که میدونه که در فراز همین تعلق دنیا هست. یعنی دنیا در نظر و هیچ نمی‌نمونه، یعنی همون قدر با عظمت‌های دنیا در نظر و هیچ است. یعنی همین یک فلسفه شناخت برای میگن که تا آدم سرخوش بودیم از ما کسی بالا نبود، بعد خودستایی بگذارد هم خودنمایی بگذارد. یعنی در همون حالی که از ما در صفت خود حرف زدن و خودنمایی به معنی مثلا کبر و غرور. و در نهایت ببینید یک جنبست بسیار فلسفی است در این غزل که هر کسی سرزنده 100 مرده را تکفین کنند. یعنی انسان‌های زنده هستند که مثلا صدها مرده کفن میکنن برای مثلا به خاک سپریدن. اینجا البته فلسفه است، اما میگو در برابر همین هم از سر هر زنده زنده جدایی بگذاره. یعنی این یک با اینکه مثلا یک نفر میتونه چقدر انسان‌های مثلا با جهان دیگر گسیل میکنند، اما با مفهوم دیگری در برابر این چقدر انسان‌ها هستن که زنده جدا هستند. مثلا این در شرایط ما یک هوشداری بسیار مهم است در زمان امروز که بر اثر مثلا ارزش‌های ناچیز انسان‌ها مثلا عائله‌ها پاش میخورن و تا تقدیر فرزندانشون مثلا چقدر
مشکلات ایجاد میشه. یعنی زنده جدایی همین است، مفهوم زنده جدایی یا مثلا همین یک مفهوم در مفهوم مسئله همین سهل سالگی مهاجرت مهنتی است که امروز چقدر مثلا جوانان رفتن در مثلا روسیه حتی مثلا دور هستن، این هم یک مفهوم. یعنی در همه حال، در هر حالی که هست، خلاصه این غزل این است که این عمر ما گذرنده است و باید به قدر هر لحظه هر نفس رسید، زیرا که مثلا در هر البته عمر هر خلق خواهیم میگذره، یعنی با بیکاری و یا با مثلا غفلت و با چیز ما میخوایم نمیخوایم در هر حالی که باشد میگذرد. لیکن در ضمن این مطلب وقتی که خواننده میخواند این مثلا اصول لایق فقط یک حالتی که به خود شاعر مربوط است نیست، این منی که در داخل این شعر است من همین اجتماعی تمام جامعه است. برای هر نفر وقتی که من میخونم من فکر میکنم که این برای من است، هر نفر خواننده فکر میکنه برای خودش است. برای همین یعنی باید از این حتما شعر که یکی از رسالات بزرگ شعر این تربیت جامعه است، من گمان میکنم که مطالعه این نوع اشعار استاد لایق باید یک درس عبرت برای نسل امروز برای همگان باشد که یعنی از این ابیات پر حکمت اندرزهای برای خود بگیرند تا زندگی خود را پربار، پر رونق و با ثمر به سر ببرند. تشکر زیاد استاد. واقعا درست گفتید که شعر مذکور برای تربیت نمودن انسان ها در روحیه رسیدن به هر لحظه زندگی، قدر کردن آن مساعدت میکند. اینچنین در تربیت نمودن انسانی کامل واقعا نفرانی هستند که از اون برد زیادی که به دست می آورند در زندگی کمی شخصیت خود را تغییر می دهند و باید هر نفر داند که همه چیز موقتی است و شاعر با این غزل خود خواست در دل هر نفر تخم خصلت‌های حمیده انسانی را کاشته باشد. برای صحبت پرمحتوا و تحلیل غزل مذکور برای شما اظهار منتداری میکنیم. خوش آمدید میگویم به برنامه ما. اطمینان دارم که با بینندگان ما تحلیل پرمحتوای شما خیلی پسند می آید. خوش آمدید استاد عزیز به برنامه ما. تا در این دنیای نوبت حق نوبت با من است، صلح و جنگم با تمام هرمز و اهریمن است. بحر شهرت نیست هرگز شعر پردازی من، شعر پردازی مشوب برغم مردن است. بینندگان گرامی، در همین جا فرصت برنامه آفتاب باران به اتمام رسید. با تمنای خوشی های فراوان برنامه نوبتی را حسن انجام می بخشیم. تا هفته آینده خیر عزیزان.